یکشبه اون رنج که مادر کشید با دو جهانش نتوان برکشید. سنه 7 مارس سال 2022 در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طب شهر پنجکند بخشیده به روز مادر جمع آمدی تنتنوی دایر گردید. در جمع آمد دانشجویان و آموزگاران شرکت نموده از طرف دانشجویان در وصف زن مادر شعر و سرود و ترانه ها و معروضه ها شنیده شد. به چاره‌بینی مذکور زنان سابقه دار کالج طبی را دعوت نموده بودند. آموزگاران سابقه دار از تجربه زندگیشان برای تربیت جوانان با سخنهای تربیت آموز در وصف زن مادر سخنها گفتند. چاره‌بینی با سخنان زیبای اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آغاز گردیده، همزمان نوار زیبای درباره پیشوای ملت و مادر ایشان در تخته الکترونی به نمایش گذاشته شد. در چاره‌بینی تحت رهبری مدیر کافدره زبان‌ها فخری و بشارت دانشجویان کورس‌های 1 و 4 کافدره زبان‌ها اشتراک نموده با نشان دادن صحنه‌های هجوی، سراییدن سرود و رقص‌های زیبا خاطر حاضرین را شاد گردانیدند. ای آفتاب تابان بشنو سلام ما را، زی خاک تا به کیهان بشنو سلام ما را. ای طوطی شکرلب، ای مرغکان خوشگپ، ای صاحبان محفل بشنو سلام ما را. بر شما از رود سربخش زرافشان السلام، از صفای چشم ساران بدخشان السلام، از خجند باستان و ملک ختلان السلام، از تمام تاجیکان و تاجیکستان السلام. سلام و درود پر از سرشار و مهر و محبت و صمیمیت نثارتان باد مهمانان، آموزگاران، خواهران گرامی قدر. قدم مبارک شما به این بارگاه هنر و درگاه مقدس خیر مقدم میگوییم. چه خیلی که هر یکی ما و شما میدانیم امروز در سراسر جهان این زن روز مادران را تجلیل نموده ایستاده‌اند. اصلا می سازد که هر روز را روز مادر اعلان کرد، زیرا هر روز هزار اندر هزار مادر طفل به دنیا می آورد و فردای عالم را درخشان می سازد. این زمان هزاران مادرانی هستند که پیراهه های پرپیچ و تاب زندگی را با همه فراز و نشیبی ها، با همه برد و باختشان پس سر می نمایند. زه مادری تاجیک با چنین شهرت و مهارت، با چنین قدرت و متانت که با یک دست گوهره و با دست دیگر دنیا را تکان می دهد. از فرصت مناسب استفاده برده همه شمایان مادران و بانوان گرامی قدر را با فرارسی 8 مرد از صمیم قلب از شمایان و تمام خوشی‌های زندگی را تمنا دارم. آبروی اهل دین از خاک پای مادر است، هرچی دارد این جماعت از دعای مادر است. آنچه در وصف بهشت فرمود قرآن کریم، صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است. آفرنده حیات، سرچشمه مهر و محبت ها، پیوندگر نسل ها، نیروی بخش روح و جان، نور بخش هر یک خاندان، طالع بخت فرزندان، بهشت روی جهان، تراوت بخش خاندان، حسن بخش زمین و آسمان مادر است و مادر است و مادر است. سلام
حلیمه جان. من نان گفتم، نانهایم چه شده؟ میگویم که نان گرمی روی دوستان است، نان گرمی روی مادران است. دوگانه ها ما در بهار در عید مادر قرار داریم. بیایید همراه که می باشد هم شعر خوانده خود معلمانمون را بالیده گردانیم. مردم بدانید بهار آمده است. بهار آمده است. بهار آمد، بهار آمد، گلی سبزن قطار آمد، و دهقان وقتی کار آمد، بهاری واوزار آمد. بای چیچک و بای چیچک، گلی خوشره خیمیچک، بای چیچک آمد موچک، تماشا کن کلینچک. بای چیچک، بای چیچک، بای بهار بای چیچک، بای چیچک، بای چیچک، موزه کن بای چیچک. آمد بهار و سیر گلستان غنیمت است، بزم وصال غنچه خندان غنیمت است. بهار آمد به نکرزی، بچین گلهای نوروزی، بپش تاقی زردوزی، بهاری لاله‌زار آمد. بهار آمد به تاقی خامه من، درونی کلزه ها گوها شکفته، از این رنگ و برنگی های نوروز، درونی سینه ها دلها شکفته. ایام بهار و بامدادی، وقتی پره هست و گاه شادی، گر جانب مرزار بینی، هر سه گل لاله‌زار بینی. با نسیم بهاری دلاشوب، دیدم از هر طرف نوید آمد. ایام بهار آمد و باغ و چمن شکفت، صحرا شکفت و یاوه و هم یاسمن شکفت. آمد بهاری نازنین، بر این دیاری نازنین، از نو زمین بیدار شد، ایامی کشت و کار شد. دوگانه ها بیان مادرانمان را تبریک نماییم. مادری خوش نظرم، هر نظرم هدیه توست. اثر دارم اگر آن اثرم هدیه توست. در فضای ابدیت پی پرواز بلند، مادری مشتی پرم، بال و پرم هدیه توست. زن مادری من، مادری تو، مادری عام است. زن شربتی هر معرکه و کاسه جام است. به زن چی بود؟ زندگی و زیست در عالم. زن حسن زمین، حسن سما، حسن زمان است. مادرم، ای مادری جان پرورم، پیش پایت سر میهم ای سرورم. کودکم من در نگاهت تا هنوز، میگذاری دست شفقت بر سرم. یک دسته گلی بهار باشد مادر، صبری دلی بیقرار باشد مادر. باغبان‌های بستانی عمر، مادران عیدتان مبارک باد. دستگل‌های بستانی عمر، خواهران عیدتان مبارک باد. مادر کسی به همت باشد، دیدار شریف او غنیمت باشد. از مخزن پند او بگیر ارزانی، فردا چه کنی که گنج قیمت باشد. صد جان و دل فدایی یک مدعای مادر، فتح و خوشایی شارد دست دعای مادر. بشنید گر صدایم دنیای سخت گشان، انگیزه است شاید از الله‌های مادر. در بهاران عید مادر می شود، دیده و دلها منور می شود. حسن ناتکراری فصل نوبهار، با نگاهی زن برابر می شود. از فروغ چشم مادرهای ما، تاجیکستان همچو اختر می شود. از همین مادر به دنیا رهنما،
بس بزرگان دلاور می شود. بهر فرزند عالمی بختی بلند با دعای دستی مادر می شود. خداوند رسم بران افسوس در دو عالم خدا یارتان باد لوح رحمت در کنارتان باد. الهی آمین. Вот, и наступила долгожданная весна. Хоть зима еще не намерена уступать ей место, но в воздухе кружится теплое дыхание весны. Появились первые цветочки весны, подснежники. Земля покрылась зеленым ковром. Здравствуйте, дорогие и милые мамы, наши учителя, сестры и дорогие гости. От всей души поздравляем вас с праздником весны. Праздник мам, праздник женщин. Желаем вам счастья, здоровья и долгих лет жизни. Мама – это человек, который может заменить всех, но ее никто и никогда заменить не сможет. Только мама носит нас всегда. 9 месяцев в животе, до 3 лет на руках и всю жизнь в своем сердце. И когда бы, в каком бы возрасте мы не были, для мамы мы остаемся ребенком, который нуждается в материнских заботах. Во всем мире, пересекая океаны, первое слово, которое произносит человек, это слово «мама». Сердце матери – это бездна, в глубине которого всегда можно найти прощение. Мама – это единственный человек и лучший друг, который никогда не предаст и не пожелает зла. О, мама, ты воистине являешься лучшим созданием Бога, и после Него являешься нашим телохранителем. Мама, ты самый любимый и дорогой человек, что есть в моей жизни. Дорожу тобой и буду стараться быть достойным звания хорошей дочери. Ведь у такой мамы, как ты, должны быть отличные дети. Родная, любимая, нетерпеливая моя мамочка, огромное тебе спасибо за мою прекрасную жизнь, за воспитание, за характер. Спасибо, мамочка родная, за то, что родила на свет, за материнскую заботу, сложнее работы в мире нет. Мы все чьи-то дети, для каждого сидящего в этом зале. Слово «мама» самое важное и самое прекрасное. Так давайте, друзья, потолкуем о маме. Кто открыл нам этот мир, не жалея своих сил и всегда вспоминая лучшее на свете маму. Кто на свете всех милее и теплом своим согреет, любит больше, чем себя, это мамочка моя. Книжки вечером читает и всегда все понимает. Даже если я упряма, знаю, любит меня мама. Никогда не унывает, что мне нужно, точно знает. Если вдруг случится драма, кто поддержит? Моя мама. Маму надо всем любить, маме нужно дорожить и на помощь приходить, чтобы маме жизнь смутить. Что для птиц, скажите, надо? Солнце, небо, зелень сада. А для моря? Берега. А для лишь снега. Ну а мне скажу я прямо, что был со мною мама, мама, мама. I was a foolish little child, couldn't think I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you, for all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise, for all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time rewind, if I could make it undone this way, I would make it up to you. Mom, I'm all broken now, it's a brand new day. I would like to put a smile on my face every day. Mom, I'm all broken now, and it's not too late. Best wishes for your special day.
live, laugh and love. This is the day when we say thank you to all the strong, beautiful and independent women all around the world. Happy Women's Day. Happy Ladies' Day. You deserve to be happy. Enjoy your day to the fullest. I wish you blossom like a beautiful rose whose charm never goes. مادر جان، من در روز عیدتان یک شعر ایجاد کردم. ای فرشته گوهرم، عیدت مبارک مادرم. سایبانی بر سرم، عیدت مبارک مادرم. توی تو دنیای من، دنیای یکتای من. بهترینم بهترم، عیدت مبارک مادرم. تو نور زندگیم، دنیای بندگیم. امید من سرورم، عیدت مبارک مادرم. احمد شایم فرزندت، به جان و دل دلبندت. بهرت فدا شعری ترم، عیدت مبارک مادرم. ایا مادر برایم تو نگینی، برایم جنتی روی زمینی. خدا را سجده ها آرم شب و روز، بباشی شاد اصلا غم نبینی. صد جان و دل فدای یک مدعای مادر. فتح و کشایش آورد دستی دعای مادر. بشنید گر صدایم دنیای سخت گشان. انگیز عشق شاید از الله های مادر. گر شعر که سرودم از بود و از نبودم. در تینتم سریشتم سوز و نوای مادر. آغازی آفرینش در رحم عشق زنره. صد داستان برایم از یک هجای مادر. از ثروت و ز شهرت گر بر فلک زنم سر. تعظیم میکنم باز در پیش پای مادر. مثل شیر صافی مادر شربتی خوشرنگ نیست. غیر لفظی مادران بهتر یگان آهنگ نیست. مهربانی های او چون صوتند و آهنگی لطیف. یعنی ای یاران کسی با مادران همرنگ نیست. گه غضب آلود گه چهره خندان می شود. مثل مادر هیچ کس
در خاندان پرننگ نیست. گر غضب آید ورا اندر تلاشی روزگار، تابه‌ای تفسان بگردد لیک جسمش سنگ نیست. قدر مادر را بدانید ای رفیقان دوستان، چون که بی مادر و بازوی یگان کس هنگ نیست. اسم مادر با وطن هم نام باشد هم ردیف، ای غلامی قافیه در وصف مادر تنگ نیست. مرا خیلی خرسند کردید. این سرودهای شما را شنیده مادری مشتی پرم به یادم رسیدم که خیلی یادشان کردم و سرود به یادم آمد. مادر جان، کنی سرودتان را خوانید؟ خوب شده است بچه جان. آوازی فارمت را، چشمی گنهرمت را، شادی و هم غمت را من یاد کردم آچه. بالین و بسترت را، رومالکی سرت را، تماری در برت را من یاد کردم آچه. من یاد کردم آچه. با من نشستنت را، ارمان شکستنت را، لوچی را بستنت را من یاد کردم آچه. بالای قمچینت را، دستان پرچینت را، گیسوی مشکینت را من یاد کردم آچه. گل بستی بالینت را، گل کرتای تنت را، لبخنده گرمت را من یاد کردم آچه. من یاد کردم آچه. من یاد کردم آچه. ایا مادر، ایا مادر، لبت در خنده باشد، گلی رویت چو مهتابنده باشد. برای زحمت بر ما کشیدی، به خاکی پایت سرنی هم ارزنده باشد. ایا مادر، برفتی در جوانی، برایم سرد گشته زندگانی. کجا شد، کجا شد خنده و مهر و صدایت؟ کجا شد، کجا شد آن نگاهی پرصفایت؟ ایا مادر، ایا مادر، برفتی از بری من، به آب دیده تر گشت بستری من. خدایا، خدایا تو بگردان مادرم را، شود از من خورشید بر سری من. ایا مادر، ایا مادر، جهانم به تو خار است، مرا با تو سرور و هم بهار است. بیا، بیا مادر، بیا مادر که پزمان تو گشتم. بیا که دختر چشم انتظار است. مادر برای هر انسان عزیزترین کس است. به سبب نیست که مقدسترین مفهوم یعنی وطن را با مفهوم مادر برابر و هم ردیف دانستند. این دو مفهوم برای هر یک انسانی صاحب اصل و صاحب وطن ارزش و منزلت یک خیله دارد. اگر تمام نعمت دنیا از بین برود، به شرطی که زن در صحن حیات وجود داشته باشد، زندگی باز هم قابل تحمل است. زن برای بشریت از عالی ترین نعمت های خداست.
او سازنده شخصیت است و نگهبان حیات است. مادر چه کلمه گواراست، در چهره او جهان هویداست. دنیا با این همه بزرگی هایش در زیر قدوم مادران جاست. مادر بزرگترین مقام را در بین غایه های عالی انسان اشغال می کند. مادر همیشه تجسم صداقت و غمخواری، عقل و فراست، خوشروی و بردباری، مهر و مهربانی و سرچشمه خشک نشونده زندگی بود، هست و خواهد بود. مادر سزاوار عالی ترین ستایش، قدردان ترین جاودانی است. نزدیکترین برای انسان مادر مهربان اوست. قلب بزرگ او همواره در ته جگر بندش می باشد. مادر از ثروت و زیشهره گر بر فلک زنم سر، تعظیم میکنم باز بر پیش پای مادر. خیره بران کسانم کز خویشتن ریزایم، یک بار نشنیده حرف ریزای مادر. غافل از آن که خورشید از شرق بر نخیزد، باشد طلوعگاهش از خواب جای مادر. غمخوار و غم شریکان از موی سر زیادند، اما بر روز سختی خالیست جای مادر. گر شاعران عالم یک جا مدح گویند، یک بیت هم نرزد اندر ثنای مادر. جز 4 دردی زادن دردی دیگر نخواهد، از 4 سمت دنیا آید صدای مادر. در جنگ های دنیا امیدهاش مردن، جاوید لیک زنده است امیدهای مادر. سرکم، مادرت صدقه، تو را خاندار کردن لازم. آرزو و امیدم تنها تویی. مادر جان شیرین، آخر من دختری دوست داشته دارم. فکر کن جانی آچه، باز خطا نکنی. مادر جان شیرین، نرگس دختری گنده نیست؟ از کجا میدانی؟ نسنجیده ها بها نده. هر مادر جان من روم با نرگس وفاری دارم. کلت را کار فرما. در زندگی رفیق بهترین را انتخاب کن که فردا شیمانی سود ندارد. می رود و در راه با نرگس وا می خورد. سلام نرگس. به کجا میری؟ به نزد تو میرفتم. خیر، من هم آمدم خدمت. یگان خدمت نیست. اگر مادر من راضی شوند به خانه شما پاسکاری میروم. چها میگه اینها؟ مادری تو راضی شوند، مادری من چی؟ البته هر طرف. مادری من هرچی تو آدمان را نظرشان نمیگیرم. نرگس چها میگی؟ من روزهای آخر خیلی خطا کردم. تا مادری من دختری با معنی و خوندگی در کار. من تو را سنجیده گشته بودم، لیک از یگان امتحان من نگذشت. پوف! بها دادن گرم، خواهن همین نخواهن نیدیه؟ رفت دیگر من با تو نمیخورم. میروم. با چونین دختری بی تربیه از زندگی کردن دشوار. تربرین ها را یافتن آسان، لیکن مادر را یافتن نمیشود، زیرا مادر یک تاست. امروز مادر از هر وقت باز تستر از خواب خسته درون و بیرون حولی را آب زد. برای نبیرگان و فرزندان نانشته پگاهی تیار نمود و برای
تفتیش دفترهای شاگردان نشست. کلیم شرم داشته به نزد مادر عروسش می آید. آچه جان اینقدر بر وقت خسته، امروز روز استراحتی بود، کمتر دم میگرفته. آچه جان مرا در خجالت مانده. آچه جان صفحه دیدی عادت کرده؟ بلای جان گفتم. آچه جان تنی کرده خنوم نخوره. رحمت بچه جان باوشخانه رو بدو، الابی تگی دیگ رو کمتر پس کنه. شما آسوده باشید مادر جان، باقی ماندهش کار من. بر پدرت رحمت، در عائله خوب تربیه گرفته است. عمرکت دراز شود، حضور بچه‌کات بینی. آمدی گل به سرو، گل به برو، گل به قدم. آمدی سر به دری خانه در بسته زدم. آمدی سوی منی زار درت باز نشد. دلی تو با دلی من هیچ هم آواز نشد. آمدی سوی منی زار درت باز نشد. دلی تو با دلی من هیچ هم آواز نشد. چی بناس چی بناس تو از آن راهی دراز آمده ای. تو از آن راهی دراز چی بناس آمده ای. چی بناس چی بناس تو از آن راهی دراز آمده ای. تو از آن راهی دراز چی بناس آمده ای. کوچه خموش است بیا. دلی من چشمه فریادی خروش است بیا. همه جا خلوت و هم کوچه خموش است بیا. دلی من چشمه فریادی خروش است بیا. غزلی حرفی خوشی زینت یک شعری تری. بیت مهتابی من زمزم پوش است بیا. چی بناس چی بناس تو از آن راهی دراز آمده ای. تو از آن راهی دراز چی بناس آمده ای. چی بناس چی بناس تو از آن راهی دراز آمده ای. تو از آن راهی دراز چی بناس آمده ای. آمدی گل به سرو، گل به برو، گل به قدم. آمدی سر به دری خانه ای در بسته زدم. آمدی سوی منی زار درت باز نشد. دلی تو با دلی من هیچ هم آواز نشد. آمدی سوی منی زار درت باز نشد. دلی تو با دلی من هیچ هم آواز نشد. چی بناس چی بناس تو از آن راهی دراز آمده ای. تو از آن راهی دراز چی بناس آمده ای. چی بناس چی بناس تو از آن راهی دراز آمده ای. تو از آن راهی دراز چی بناس آمده ای. باز آمدم بر کوی تو ای قبله امید. ای مادری که ساعت جانم سرای توست. باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو.
باز آمدم که بوس زنم بر مزار تو. ای مادری که جان و دل من فدای توست. آه مادرم مادرم جان مادرم مادرم ای مادرم مادرم جان مادرم مادرم دوست مادرم مادرم یار مادرم مادرم. حسینا یا دلربا لکو حیران ہوں کہ آپ کو اس خط میں کیا لکھوں. یہ میرے دل درد درد کہ تم ناراض نہ ہو کہ تم میری زندگی ہو کہ تم میری بندگی ہو. یہ میرے دل درد درد کہ تم ناراض نہ ہو کہ تم میری زندگی ہو کہ تم میری بندگی ہو. مادر مرا بیزاد وسط ناز پروری از بحر من فراغت و آسایش ندید. بارگرانه زحمت فرزند را کشید. بارگرانه زحمت فرزند را کشید. تا من زبان گشادم با پای روان شدم. تا من زبان گشادم با پای روان شدم. در پیش پای مادری خود سجده میکنم. خود را غلام و شاکرم بنده میکنم. در پیش پای مادری خود سجده میکنم. خود را غلام و شاکرم بنده میکنم. فیضی لطف و گرمی مهرش شدم کلام. در شاهراه زندگی نو شدم روان. این است که از صمیم دل و اعتقاد جان. این است که از صمیم دل و اعتقاد جان. درسی حیات خواندم و پس نکته دان شدم.
درسی حیات خوندم و پس نکته دان شدم در پیش پای مادری خود سجده میکنم خود را غلام و چاکرم بنده میکنم در پیش پای مادری خود سجده میکنم خود را غلام و چاکرم بنده میکنم بنده میکنم بنده میکنم. امروز روزی مادر است و باید ما هر یکی ما دانیم که سال 1910 یکمین مراتبه برقرار نمودن 8 مارد از طرفی آلمان بانو کلارا چیتکینا برقرار شده بود و سالهای طولانی با تشبس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این روز را روز مادران نامیدن. اجازت فرمایید همه شمایان را با روز مادران تبریک و مبارکباد گویم. برایتان تمام خوشی های حیات را پرباری ها را از درگاه خدای متعال پرسان شوم. در حقیقت میگویند دختر وقتی که نورس شد و خاندار شد وی محبوبه همسرش است. وقتی که فرزنددار شد وی مادر است و همه آن چیزی که در وجودش بود نسبت همسرش گویا تقسیم میکند چون که وی مادر شد. نوازش میکند، شبهای دراز بیخوابی میکشد. از خدای متعال برای فرزندش تن و جان صحت عمری دراز میطلبد و آن امیدی که فرزند کلان میشد، مادر سال خورده میشد و در پیری فرزندش دست مادر دست پدر را میگیرد. تشکری بسیار با آموزگارانی کافه زبان و ادبیات برای روی قلم آوردن این شب نشینی خیلی پرمضمون. تشکر به ماموریت مکتب که امروز ما سابقه داران مهنت را یاد کردن. از این ما خیلی سرفراز هستیم. برای همین، برای همه آتان، برای مادرانی که در اینجا نشسته‌اند، برای آنهایی که در آینده مادر می شوند، از خدای متعال تن و جان صحت، عمری بردوام، بخت اویلوی، خوشی های حیات آرزومندم. ما با شما افتخار میکنیم که چنین مادران در صف آموزگاران کالج طبی کار کردگی هستند، سابقه داری مهنت کالج طبی می باشند و این گل دختران و معلمه هایی که این جشن را آماده کردند از نام همه آموزگاران دانشجویان منتداری خود را بیان میکنم که به نهایت چاره‌بینی زیبا پرمضمون پرمحتوا بود که یک جهان خرسندی را به دل ما جا کرد. به هر یک مادر گفتنیم از آن جمله به مادر خودم: بهار تو خزان مباد ای مادری من، به دست دیگران مباد سرنوشت من، عزیز و مهربانی من، مادری من، بهشتی در زمینی من، مادری من، زنده و جاودان باشد مادرانی عزیز.
مبارک مادر